با سلام. آموزش سولاردوم LG. همونجوری که میبینید این سولاردوم منوی فارسی داره و برای کل غذاهای ایرانی مناسب هست. بریم برای آموزش کامل برنامه‌اش. یه پرشین کوک داره مربوط به غذای ایرانی، اتو دیفراست برای یخزدایی و این قسمت هم استیم کوک، برنامه‌های مخصوص بخارش هست، بخار پس. این سلکتور هم سلکتوری که میتونید باش نوع غذاها رو حالا تنظیماتش رو انجام بدید، انتخاب کنید و این برای تنظیم ساعت و دما و وزن هست. اینترکوک برای زمانی که شما یه چیزی رو انتخاب کردید و میخواید کار نهاییش رو انجام بدید. استارت برای لحظه استارت و استاپ هم خب برنامه که تمام بشه یا بخواد وسط کار استاپ کنید میتونید این دکمه رو بزنید. خب بریم برای معرفی برنامه‌هاش. این قسمت پرشین کوک برای شما 4 تا غذا رو گذاشته که با PC1، PC2، PC3 و PC4 نوع غذا رو دسته‌بندی کرد. این قسمت هم دیفراسته، دوباره همینجوری 4 تا غذا رو براتون تعیین کرده که میتونید باش دیفراست کنید، یخزدایی کنید. استیم کوک هم 4 تا برنامه مخصوص پخت با بخار هست و این هم صفحه دیجیتالش هست و اون آیکون ها. میایم با سلکتور فانکشن اینجا انتخاب میکنید. مثلا این علامت گریل هست، اگه بخواید یه چیزی رو گریل کنید یا برشته کنید این علامت رو انتخاب میکنید. بعد میایید با کنترلر اینتر رو میزنید. سطح گریل 3 تا سطح داره، سطح 1، سطح 2 و سطح 3. سطح 3 خب قدرت گریل بیشتره، سطحش رو انتخاب میکنید، اینتر کلاک رو میزنید، بهتون زمان میده. زمان پیش‌فرضش 20 دقیقه است، شما میتونید زمانش رو کم یا زیاد کنید و بعد استارت رو که بزنید کار انجام میشه. آیتم بعدی فن کانوکشن است. دوباره فن رو انتخاب میکنید. اگه بخواید فقط گرما بدید فن رو انتخاب میکنید، اینتر کلاک رو میزنید. دما از 180 هست، دما رو میتونید بالا پایین کنید تا 230 درجه. بعد دوباره اینتر کلاک رو میزنید، تایم رو ازتون میخواد، تایم هم تنظیم میکنید و بعد استارت. این برای مواقعی که میخواید مثلا کیک درست کنید، فن کانوکشن. آپشن بعدی دوباره همینجوری میایم با فانکشن، این علامت ماکرو رو انتخاب میکنید، دوباره اینتر کلاک رو میزنید. از 900 شروع میشه به بالا تا از 180 تا 900 درجه است، به شکل پیش‌فرض روی 900 درجه است. دما رو انتخاب میکنید، دوباره این رو میزنید، تایم رو میخواد، تایم رو انتخاب میکنید و دوباره استارت. به همین رویه. آیتم بعدی یخزدایی هست. میاد انتخاب میکنید، یخزدایی رو که انتخاب کردین اینتر کلاک رو میزنید، میگه که کدوم باشه، دفعه 1، دفعه 2، دفعه 3 و دفعه 4. نوع اون چیزی که میخواین یخزدایی کنید رو انتخاب میکنید. هر چقدر که با این سلکتور اینتر کلاک رو میزنید، وزن رو میخواد، دوباره وزن رو بهش میدین و بعد استارت میکنید. به همین سادگی. حالا با این سلکتور میشه انجام داد با سلکتور فانکشن. یه روش دیگه هم داره، با همین سلکتوره شما انتخاب که میکنید به شکل کد هست. مثلا اینجا شما اگه بخواید از قسمت پرشین کوک استفاده کنید یا غذاهای مثلا ایرانی رو درست کنید، مثلا نوشته برنج، تچین، قرمه سبزی، مثلا میخواید قرمه سبزی درست کنید، برفرض PC3، کدش PC3. بیاد اینجا کد رو با این سلکتور انتخاب میکنید، اینجا نوشته PC3، بعد اینتر کلاک رو میزنید، تایم رو میده و بعد استارت میکنید. حالا اگر بخواید مثلا دیفراست کنید، میاد میزنید روی دیفراست، دوباره دیفراست رو که انتخاب کردیم اینتر کلاک، نوع دیفراست، حالا اون چیزی که میخواید انتخاب میکنید و بعد پلی میکنید. یعنی 2 تا روش وجود داره، یکی از طریق این سلکتور میتونید انتخاب کنید، یکی هم مستقیم از طریق خود برنامه ها. مثلا توی دیفراست اینو میزنید، روی دیفراست میمونه. یا مثلا میخواید بریم مستقیم سراغ برنامه های پخت با بخار، کل صفحه رو میزنید، دکمه رو میزنید، بعد میاد توی استیم، اینجا نوع اون غذا رو انتخاب میکنید،
اینترکلاک رو میزنید، وزن رو بهش میدین و بعد استارت. به همین سادگی.